بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام خسته نباشی خدمت برادران عزیز شبکه جهانی ارشاد حق. برادرتون هستم موحد. از برنامه هاتون خیلی خوشم میاد. چند بار هم زنگ زدم، ولی یه آیه هست که خداوند در سوره نور آیه 19 میفرماید که إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظیم. از شما میخوام که برام دعا کنید برادران عزیز. آقای محمد انصاری، برام دعا کنید. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. با سلام و خسته نباشید. حمادی هستم از اهواز. خواستم در مورد امر شفاعت، موضوع شفاعت سخن کوتاهی رو بگم. همونطور که میدانید شفیع خواندن غیر الله شرک است و از عقاید مشرکین مکه بود که الله متعال در رد این عقیده فاسد آیات زیادی رو در قرآن کریم بیان کرد. خب کسایی که اومدن و این شفاعت غیر الله رو ثابت کردن، آیاتی رو که آوردن مشروط و محصور به اذن و رضای الهی می باشد. یعنی که به شرطی که الله متعال راضی باشه و اجازه بدهد شما می توانید شفاعت کنید. یعنی امر شفاعت یک نوع امر تشریفاتی می باشد و مرجع ما به همون آیه محکم می باشد قل لله الشفاعة جمیعا. خب و امر شفاعتی که امر تشریفاتی می باشد و اینکه یک نوع بشارت دهنده به شخص نجات یافته می باشد و نه اینکه فردی جنایتکار هرچند مسلمان موحد هم باشد، اگر الله متعال بر او حکم جهنم بدهد کسی بیاید و شفاعت رو بکند و حکم خدا رو نعوذ بالله رد کند و او رو بهش کند. هیچ کس در حکم خدا شریک نیست. این شرک است کسی که بگوید کسی در حکم الله شریک می شود. و شفاعت فقط تنها در رضا و اذن الهی قرار می گیرد و انجام می شود. در غیر صورت به هیچ وجه انجام نمی شود، هرچند شخص مسلمان و موحد هم باشد. و میخواستم که شبکه وصال حق هم موضوع به عقیده مسلمانان اهل سنت رو هم در این باب بیان کنم و چیز در این مسئله رو بیشتر باز و روشن کنن برای مردم، که خیلی از مردم اهل شیعه فکر میکنن که 12 امامشون شفیعشون خواهند شد. چند چیزم جنایتکار باشن، مشرک باشن، کافر باشن، مهمی که ولایت علی رو قبول کنن، نجات خواهند یافت. خیلی ممنون از شبکه خیلی خوبتون و خدا نگهدار.